یکی از گوشه‌های زیبا منظر تاجیکستان آفتابی است. دلخواه سیاح داخل و برون مرزی را به این موضع بهشت آسا نه تنها لطافت و منظرهای زیبای اطراف، بلکه قصه های گوشنواز و خاطرمان مردم درواز، مهمان نوازی و یادگاری های بی‌نظیر تاریخی از عهد کهن تا امروز انتظار است. درواز از قدیم الایام با آب و هوای فارم و مساعد، کوههای بلند آسمانبوس و دارایی یادگاری‌های همه دور و زمان تاریخی در مملکت و بیرون از آن شهرتیار است. یادگاری‌ها و موضع‌های تاریخی درواز نشانه از کهن بنیادی اوست. مردم تهجویی درواز را دروازه بدخشان را باشد دروازه طلایی تاجیکستان نام میبرند. از شهر دوشنبه تا مرکز ناحیه درواز تقریباً 400 کیلومتر راه است. ساکنان درواز مهمان نواز و گشاده چهره و خوشگفتارند. اطراف اصطلاح درواز قصه و روایت های بس و عجیب خیلی زیادند. اکثریت به آن نظرند که به خاطر مهمان نواز و خوشگفتار بودن ساکنانش این موضع نام درواز را گرفته است. مردم تهجویی عادتاً هنگام گفتگو اصطلاح قلعه خم را نیز زیاد به زبان میگیرند. طبق روایت آنها کوه بلند کنار دریا شکل خم را دارد و آن را از بالای پل استواری که به این مرکز میپیوندد میتوان نظاره کرد. دیگری حیات و روزگار این موضع را اندرون خم پوشیده و مستحکم به قلم می‌دهد. روستای کنار دریا و لب پل را مردم اومرک نام میبرند. نام دهه به اسم یگو شخص ربطی ندارد. طبق حکایت مردم، مرد هنگام فرآمدن سیل اسبش را زین کرده فرار کرده نمی شود. اما از قضا سیل بسان برق رسیده اسب را یک سو، زین را یک سو و با شیوه مردم درواز او مرک را یک سو می پرتاید. و تا امروز این دهه او مرک و روستای دیگر زین نام برده می شود. دهه او مرک سرسبز و خرم است. درختان انجیر و انار فراوان به چشم می رسد. در دهه با عنعنه و هنر ملی مردمی از جمله پیشه کهن اجدادی آهنگری واخوردن ممکن است. در تصور ما استای آهنگر مرد حضرب و چار پهلوست، اما نه، او مرد است میان قد و میان سال. آرزو محمد دولتوف مدت 10 سال می شود که به این پیشه به قول پدر افتخاری و نیازبرار مردم روح آورده است. استا هنر آهنگری را از پدرش آموخته است. اصلا من اقتصادچیم، قصه می کند آرزو محمد. اما با شرافت صاحب استقلالی مملکت و وحدت ملی کارخانه خرد استحصالی خود را گشادم. پیشتر در زمان کهن شوروی برای فعالیت چنین کسب و کار، آهنگری و دکانداری اجازه داده نمی شد. اولادان هم ما آهنگریم، هرچند که من
چند مکتب تمام کردم. یکی همو خون میکشه برای کارکنی همین آهنگری. اولوی ما همو کار میکنیم، آهنگری کار میکنیم. انا بچه ها باشن قطعی بچه ها کار میکنیم، بچه ها نباشن قطعی انا اولام کار میکنیم. اوزار نو راست میکنیم، تیشه، تور، انا دوست، کدمن، چیزی که طلباتی همه آدم ها باشه. ای بازار نزدیک سرحدی افغانستان که هست اونجا هم میبریم، افغان ها میگیرن. افغان ها هم طلباتاش که دارن طلباتاشون هم میگن، طلباتی اونو رو هم اجرا میکنیم. انا در این خونه ساز میکنیم، در او رایون میبریم سوداشو میکنیم. بسیاری آدم ها به این جره میآین گرفتنی میان همینجا اوزارشون تیز میکنن، با بعضی محصولات های که در کار شود میگیرن میروند. محصولات ها و طلبات آدم ها جوابگو هستند. انا کمبودی کم دارند. انا همین تنجی که باشه کار میکنیم، استحصال میکنیم، خدمت خلق میکنیم. انا این جناب یالی که به ما را تنجی را تامین کرد، ما عادت مگی را کار میکنیم، یاردم میکنیم به خلق. وابسته به قابلیتمون کار میکنیم. ارزو محمد این پیشه را به دیگران، به فرزندان و پیوندانش نیز آموخته است. بعضن حالت او را همسرش یاور و مددگارش است. اهل عائله، همسر و پسر و حتی دختران هم نیز به این پیشه توجه دارند. در که منظر از دیدن چنین حوادث نباید تعجب کرد، زیرا زنان و دختران ما نیز آهنگر بوده می توانند، اظهار می دارد او. محصولات و بغیر این من میبرم اینا رو در بازاری هم سرحد افغانستان سودا میکنه، در بازار میشیم سودا میکنه. همه رحمت میگن به کارم، تشکر میکنم. مهنت حلال سره میخریم، مهنت خودم یکان کمودی نداریم. چون عنعنه نیک کهن استای آهنگر بیشتر فرمایش مزاجانش را امثال تبر و تیشه، کلند و کنوج که خاص مردم کوهستان است آماده می سازد و باقی محصولات خویش را به فروش می ماند. او در مرکز ناحیه دکان فروش اموالش را دارد. البته از این محصولات ها با نرخ مناسب خریداری کردن ممکن است. پیشه او پیشه نکایی و هنرش بهتر از گوهر است نامدار. آثار نفیسه
و گلدوزی و نقش‌ها در پیراهن و رویجا، رویبند و دستار در بانوان هنرمند درواز از دوران باستان سرچشمه می‌گیرد. زنان و دختران کوهمنظر همگی صاحب هنرند. گلدوزی و کشیده دوزی در کلاه و بر دیواری، بالوپوش گهواره، آینه خلطه و چای خلطه، سرانداز و پیراهن عروسی از هنرهای زیبا و دلکش بانوان درواز است که چون سنت دیرین تا امروز پای برجاست. نمونه های گلدوزی و کشیده دوزی را در آثار دستان آینماه بهرامова میتوان مشاهده کرد. منزل او نیز در همین دیه است. او را چون بانوی صاحب هنر میشناسند و احترام میکنند. آینماه بهرامova چون بانوی تاقیدوس در درواز معروف است. او بیشتر از 50 سال می شود که بین عمل شغل دارد و هنوزم به عینق نقش می دوزد. امی دخترک ها ما چنچینک یک 10-12 ساله بودیم. بعد می رفتیم در خونه یک همسایه، در یک باغ، در یک رایمال می رفتیم، مالا را می بریم به امو خیرمند می گفتیم، امو خیرمند می رفتیم. بعد جمع میشیم، یکی مو که اگر یگان هنر داشتیم به دیگرامون نشون می دادیم. امی خیلی بعد پیش دوزنده رفتیم، پیش چیورایی که خیلی خیلی رفته یاد گرفتیم. خیلی بعد کلان شیم. این نمی چیزایی در اینجا می بینی همش نقش دستوی خدمه کی دوختم. انا خیلی اکی نبو سالوی برتا به عروسی دختر ما دوختم. دخترم صنف 8 میخوند، در 3 ماه نشستم دوختم. من این همی زمستو یک 20 تا امی خیلی تاقی دوختم. 20 تا تاقی دوختم. مهمانای خارجی میآیند میبرند، هر کدوم می تاقی من 50 سومون میخرند. 50 سومون. انا من اگر 20 تا دوخته باشم چند سومون کردم؟ 10,000 سومون. انا 10,000 سومون من درآمد فقط نمی زمستون تا همین جشن نوروز چی کردم دوختم. انا اولی که امروز من 30 سالم رفته است، کم خیلی خودم میتونم سوزن پلوشکره و دوخته و این وای دخترکا را چی کردم. هر کدومش امی خیلی تاقی دوزی را نشودم که مثال ما پس از سری ما با امی کاری قدیمی ای بای نروه. با جوانا یاد گیرن، با جوانا آینده به دیگران را نشون میدن. جوانمرد و مردان سالار کوهستانی را به تاقی نمیتوان تصور کرد. تاقی دولت سر است میگوید او. گفتارش شهادت آن است که به این هنر والای نیاگان سخت دل بسته است. آینماه بهرامova تمام دختران دیه را گلدوزی و نقاشی و طرز دوختن تاقی های مردانه را آموزانیده است. تاقی پیشتر انا تاقی دروازی ها 3 خیل تاقی می دوختن. یکی امی خیلی بگیم که دروازی تاقی با یکی در سطین سیاه می دوختن. همین سطین سیاه می دوختن او با رنگ تاقی مگزینی چرکنجبی. انا بعد یکی با این متریال خالی می دوختن برای موسپیدا. نمی تاقی را می دوختن، بند گراوا می بافتن، خیلی چادر می دوختن، می گرفتن مردکا کلاب می رفتن. می رفتن ای کلاب گنده می آورن. خیلی بگیم که ما مایده بدیم یاد داریم همی کارو را که آچامو می دوختن بای پدرامون میدان می رفتن ای کلاب گنده می آورن کرباست. انا بعد همی تاقی دوزی یک دوره گمشی نبی دیگه. بعد که جناب عالی پرزیدنت محترم امام علی رحمان همی خیلی احیا کرد که باید چیزای ملی احیا شوند، بعد مردم باز همینا رو ببرورن، اگر نه یگان کسی نور دیگه در سرشون نمیمون. همی تاقی معناش این همی خودش معناش همی زمین زمین. انا ای گلش که هست مثال سرسبزی دیاری خودمون ای که دیاری ما سرسبزی در همی سبزه گل میرویه. انا او گلا در بین سبزا مثال
همین نمودی توقی را دیگر خیل میکنه انا بعد همین چرگل معنای زمین آفتاب هوا و چی را داره آتش داره انا معنای توقی همین چرگلی توقی معنوش نمینه قسمت اساسی توقی ها را نقش های جالب و شیرازه تشکیل می دهد. شیرازه قسمی مهمی گلدوزی منقش محسوب می یابد. البته استفاده شیرازه را به طور مطلق تنها به تاجیکان کوهستانی نباید منسوب دانست. استفاده آن میان تاجیکان وادی‌نشین نیز زیاد رایج است. در شیرازه ها نقش های هندسی رنگارنگ بیشتر به نظر می رسد. نقش و نگار چای خلطه، آینه خلطه و دسترومال شاهی گلدوزی شده نشان از ذوق و سلیقه بلند بانوان آزاده و زیب و پسند درواز است. من ندارگی خدمه و همی پریزیدنت حکومت میرسونم که شخصا برای ما زنای تاجیک همه شرایط دنیا رو مهیا کرده است. در درواز کی باوری داشت که خیلی مرکزی بانوانی که دیگه باشش خیلی در گوشه خیال هیچ کس نبی. یک بار گذر کرگیش گفت من برای زنای درواز یک جایی بسازم که مردم صاحب کار کرن. او زندگی، او شرایط، او آزادی، او پیشرفتی که در ما هست در هیچ به فکری من در هیچ ملت جهان نیست. این همش ایامی شرافتی، مهنت، صلح دوستی، صلح پروری، قاصد صلح جهانی که میگن امی جناب عالی را این بی سبب نیست. هنر نقش آفری و گلدوزی کار با متا است. آرزو و ارمان و تخیلات شیرین با فراست روی پیراهن و طاقه های مردانه و زنانه با اندیشه های مرموز نصب گردیدند که در آن خنده و سرور، شادی و نشاط و بخت و سعادت را می توان احساس کرد. صنعت نقش و تصویر و هنر گلدوزی از اساطیر، آیین و فرهنگ پیشین برخوردار است. با وجود عمومیت و تابش‌های منطقی، نقش و نگار عادی ویژگی‌های خود را دارد. گلدوزی‌های مردم آزاده و خوش سلیقه درواز یکی از رکن‌های ارزشمند میراث عمومی بشری اند. توسط آنها میتوان از فرهنگ اصلی و دلربایی تاجیکان آگاهی یافت و ذوق و سلیقه مردم ما را به خود تصور کرد. سید پاچا عوض را در محله قول مزار بیرون از آن خوب میشناسند و احترام میکنند. او در پختن نان و کلچه های با مزه و لذیذ همتا ندارد. معمولا در کوهمنظر آماده و پختن نان گرم میان زنان و دختران امثال مسابقه سنجشی است، بلکه یک امتحان است. هنر کدبانوگی و هنروری دختران و نوعروسان را آنها از آماده و پختن نان گرم در تنور بهاگذاری می کنند.
اصولاً سنت‌های ملی و اجدادی و آداب و آیین گذشتگان امثال دسترخوان آرایی و پختن نان گرم در باور و اعتقاد بانوان هنرمند ما ریشه قوی دارد. این صفت و خصوصیت‌ها از دل‌های پر از مهر و محبت، قلب‌های پاک و بی‌آلایش و خیرت و هنری ازلی بانوان زیبای ما بشارت می‌دهد. دوران استقلالیت و سیاست دوراندیشانه سرور مملکت امام علی رحمان به درواز کهن عمر دیگر بخشید و به این سرزمین کهن بنیاد نفاست و نزاکت تازه اهدا کرد. درواز سیمای خود را به کلی تغییر داد. در گوشه و کنار ناحیه درواز یک قطار انشاءات‌های خرد و بزرگ در یک مدت کوتاه ساخته به استفاده داده شدند. دلیل این گفته ها بنیاد مرکز بانوان مهر مادر است که کنار مرکز ناحیه درواز را شکوه و شهامت خاصه بخشیده است. مرکز بانوان به واسطه با پیشنهاد و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ساخته شده سال 2015 به فعالیت پرداخت. بنا خیلی زیباست و با طرح و شکل زمانوی ساخته شده است. آشیانه نخستین کارگاه و آموزشگاه دوزندگی است. بیشتر از 100 نفر زنان و دختران درواز در اینجا به هم آمده فعالیت می کنند. جوان دختران را بانوان با تجربه و کاردان درس دوزندگی و طراحی می آموزانند. عنقا زمیر و بیشتر از 30 سال باز سابقه کاری دارد. عین حال در کارگاه دوزندگی به حیث برنده فعالیت دارد. وحدت ملی باعث اعتماد مردم و پایداری دولت ملی است، اظهار می دارد او. ما بانوان خوشبختیم که در چنین ایام شکوفایی کار و زندگی داریم. برای ما در مرکز بانوان تمام شرایط فراهم آورده شده است. ما پیشتر در سیخ دوزندگی سنتر کار میکردیم، شرایط نداشتیم. شکرانه میکنیم که چونی سرور بر ما را خیلی سیخ دوزندگی تیار کرد. انا ما 6 زنانی نفر معلمه 116 نفر طلبه را تیار کردیم. این همیجا دوزندگی کار میکنن. شکرانه میکنیم، 1000 بار شکرانه میکنیم که چونی سرور دولت داریم. شرایطمون خوب، هممون نقصه. ما انا اتوبوس داریم، اتوبوس میبرم میارمون.
افضلتر از همه شغل جوان دختران قالینباف است که در آشیانه دوم مرکز بانوان فعالیت میکنند. اینجا کارخانه خرد استحصالی قالینبافی تحت رهبری فرانگیز گلمیرزایوا عمل میکند. کارخانه قالینبافی جوان دختران محلی را با جای کار دائمی تامین کرده است. از حرکت چست و چابک دستان آنها میتوان درک کرد که آنها الکی از نازکی‌های کار قالینبافی آگاهند و در این سمت استاد کار خویش گشتند. اصولاً بافتن قالین‌های رنگارنگ توسط دست در اول خیلی سنگین و مشکل میتابد، اما چون قالین رنگ و گل‌های خود را برآورد، ثانیاً شوق و رغبت نسبت این پیشه می‌افزاید، میگوید فرانگیز گلمیرزایوا. فرانگیز گلمیرزایوا بیشتر از 15 سال است که بین عمل سر و کار دارد. هنر قالینبافی را او هنوز از سن خردی از مادر هنرمندش آموخته است. بافتن قالین از شوق و هوس، حوصله، سلیقه هر یک نفر وابسته است، اظهار می‌دارد او. کارخانه قالینبافی ما از سال 2011 هم است. کارخانه نداشتیم، نه اینمی 7 موشیکی در درواز کارخانه تشکیل شد برای قالینبافی. نه 8 نفر آزی تیار دارم، با دخانه تیار کردم از طرف ناحیه، از طرف حکومت درواز. انا آزی در کارخانه با شاگردانم هم معاش، هم آموزشی، هم معاش میرن، هم آموزش میکنن. حجم قالین کلان در کار باشه، تاری رشتمون بسیاره. اینا در 1 مترش یک به یکش 1400 تا رشته میروه. در 1.5 بدش 10400 تا رشته میروه. اول سرشوی کارشو میان قین شونه، برای گل موندن شو مشکلاش بسیاره. یک خطاگی میکنه پول نمیگرده، با ایسر میبوفه. بعد تارکشیش هم مشکلی سخت داره. بعد یاد میگیرن قریب که 2-3 هفته ده تمام میکنن، میتونن قالین بافته. میخواستی سرشویشه برای نمایش نشون دادن که ما همین کارا میتونیم کرده. این برای همین چیزای برای هم کمای. یورا برای شاگردان ما با گلی آسان شبه پیدا کردیم که زورشون نیایه. آزی گلی قالین اساسیش ما نبراوردیم. هم که همین شاگردا با گلمونی آموخته شوه، آموزششو با گل بروه، ذهنشو تیز شوه در گل موندن. انا بعد ای برشمی سر میکنیم، ای پشم گوسفنده. هازی بعد پشم گوسفند برشمی سر میکنیم. انا برشمی در بازار جهانی نرخش هم بالای، هم خشرو صفتش بلنده. بالاتر از دهه کیوران، کنار چپ راه ماشینگرد، دریاچه خروشان با شور و ولوله از بلندی کوه سرازیر است. سیاحانی که به تماشای نقطه‌های بلندکوه و اسرارآمیز بدخشان شتاب دارند، سراسیمه نشده می توانند همگی یک نفس اینجا بیستند و برای سالها از این لطافت و زیبایی بهره بردارند. وگرنه یک حیات می توانند از این زیبایی بی نصیب مانند. راه به سمت خاروخ از کنار همین دریاچه شخاب می گذرد. آن را مردم تهجایی آب کرگاوت می نامند. آب بلور آسای کرگاوت از بلندی تقریباً 25,000 متر ابتدا گرفته به پایان سرازیر می شود و آب سرد و جانبخش خود را برده به دریای پنج می ریزد. منبع آن را ساکنان ده سری آب می نامند. در سمت راه درواز و خاروخ سیاحان برون مرزی را خیلی زیاد می توان با خورد. چه جای تعجب!
манзараҳои дилфиреби тоҷикистон, кӯҳҳои баланду осмонбӯси бадахшон қалби дилхоҳ сайёҳро тасхир кардааст. фабио ва эстела аз ҳамин зумраанд. онҳо махсус барои тамошои ба қавли худ кӯҳҳои ҳақиқӣ аз худи швейтсария ба ин ҷо омаданд. бонувони бурунмарзӣ таърифи табиати нотакрори ин мавзеъро зиёд шуниданд ва тасмим доранд ки ин минтақаро тавассути дучарха ба пои пиёда тай намоянд. мо басо хушҳолем ки билохир ба орзуи хеш расидем ва аз табиати дилфиребу обу ҳавои ин макони биҳиштосо нафас кашидем, изҳор медорад Фабио. алҳол мавсими гармо ва охири моҳи июн аст, аммо тут дар Курговат нав пухта расидааст. дарахтони тут дар ин ҷо хеле зиёданд. дигар дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ низ хеле зиёд ба назар мерасанд. қаҳвахонаи таги чинор айёми истиқлолият бунёд шудааст ва макони писандидаи меҳмонону сайёҳони зиёди дохиливу бурунмарзист. рӯзи сапеду офтобӣ, фазои поку беғубор, оҳанги ҷӯю дарёчаҳои пуроб, риштаҳои нуқрафоми шаршараҳои кӯҳӣ, талу теппа ва пуштаҳои чаканпӯш, кӯҳсори сокиту хомӯш ва пурасрор. ин ҳама мӯъҷизаҳои табиат, зебоиҳои ҳайратангезу афсонавӣ ва назокату ҳунари ҷавондухтарони дарвозро давоми як рӯз метавон танҳо дар як гӯшаи сарзамини ҷавону кӯҳанбунёд биҳиштосо ва нигини тоҷи дунё вохӯрд, ки онро ном Тоҷикистон аст. درواز همیشه شکری یزدان دارد، شکری وطن چو تاجیکستان دارد. شکرانه صلح و وحدت و استقلال، شکرانه که امام علی رحمان دارد. تا کی هستم با بدخشان زنده ام، با خوجند و رشت و ختلان زنده ام، با خوجند و رشت و ختلان و حصار تاجکم، با تاجیکستان زنده ام. بیا که در برایت باز داریم، هزار و یک حدیث و راز داریم. بیا بر گوشه جنت گذر کن، بهشت در زمین درواز داریم.